ملت ترک آذربایجان جنوبی راه خود را انتخاب کرده است. آذربایجان نه ساکت، نه با رژیم همراه و نه در جبهه اپوزیسیون ورشکسته است. ما جمهوری خواهان آذربایجان جنوبی جدایی کامل ملت ترک آذربایجان از میدان سیاسی ایران و سیاست‌های ایران محور، چه از صحنه حکومت و چه از صحنه مخالفان را یک حقیقت بازگشت ناپذیر ارزیابی می‌کنیم. این جدایی نتیجه سیاست‌های استعمار، اشغال، انکار سیستماتیک، قتل عام، غارت اقتصادی، جعل و تحقیر است که از سال 1925 تا کنون ادامه داشته است. این سیاست‌ها تحت عنوان پروژه دولت تکملیتی ایران و هویت جعلی ملت ایران پرژن به اجرا گذاشته شدند. جدایی سیاسی تنها خواست ملت ترک آذربایجان نیست، بلکه بر پایه اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود نیز مشروعیت دارد. جامعه بین الملل درک می‌کند که صلح و امنیت پایدار در منطقه وابسته به شناسایی حقوق حاکمیت ملت‌های غیر فارسه در اسارت داخل کشور موسوم به ایران است. جنبش ملی آذربایجان جنوبی نیز دقیقاً بر اساس همین اصول در راه متوقف کردن نسل‌کشی فرهنگی مبارزه می‌کند. دلایل اصلی جدایی سیاسی آذربایجان: 1. ایدئولوژی مشترک حکومت و اپوزیسیون، انکار موجودیت و حقوق ملی ملت‌های غیر فارس، اجرای سیاست نابودی زبانی و ملی و منع حق آموزش به زبان مادری، مشروعیت بخشی به اشغال سرزمین ملت‌های غیر فارس زیر شعار تمامیت ارضی ایران، تجزیه سرزمین مادری ملت‌های غیر فارس و تغییر سیستماتیک نام‌های جغرافیایی به فارسی، غارت ثروت ملت‌های غیر فارس به سود مرکز و استفاده از آن برای تقویت دولتگرایی فارس و رفاه ملت فارس، جعل هویت و تاریخ ملت‌ها و تحمیل آن به زور. 2. تضاد جهانبینی. هدف ملت ترک استقلال ملی، بازسازی دولتداری آذربایجان و احیای حاکمیت ملی. هدف رژیم و اپوزیسیون به دست گرفتن قدرت با حفظ مدل دولت ملت فارس محور به نام ایران. جریان‌های مخالف ایران تنها در رقابت برای قدرت با رژیمند، اما قصد تغییر ساختار و دولتداری ایران را ندارند. هر جریانی با تفکر خود می‌خواهد دولت ایران را اداره کند. حتی در حفظ دولتمداری ایران، رژیم و اپوزیسیون توافق کلی دارند. این اتحاد را آشکارا میتوان علیه آذربایجان و سایر ملت‌های غیر فارس دید. بی‌اعتمادی تاریخی از نهضت مشروطه، سرکوب خونین دولت آزادستان، سرنگونی حکومت ملی 1945 تا 1946، جنایات و ظلم 54 ساله رژیم پهلوی، جنایات 46 ساله رژیم ملایان، فریب‌های متعدد در انقلاب 1979 و جنگ ایران ارانجینگ، تا نقض مکرر قراردادها و قانون اساسی توسط ایرانیان، یک تاریخ 100 ساله خشونت برای آذربایجان تبدیل به تجربه و درس شده است. آذربایجان در چارچوب ایران همه راه‌ها را رفته و شکست خورده است. امروز نیز تمام جریان‌های ایران محور در انکار و تحقیر هویت ترکی، فریب آذربایجانی‌ها، سرکوب جنبش ملی و نابودی آذربایجان اشتراک دارند. این منبع اصلی بی‌اعتمادی است. هم رژیم و هم اپوزیسیون به جای شنیدن صدای آذربایجان و بازگرداندن حقوقش دائما در تلاشند برای فریب و سرکوب سیستماتیک. 4. نبود پتانسیل دموکراسی. نه دولت ایران، نه ساختار کشور، نه رژیم و نه اپوزیسیون هیچ کدوم توان و اراده دموکراتیک شدن ندارند. شرط نخست دموکراسی پذیرش بی‌قید و شرط موجودیت، تاریخ و هویت ملت‌های غیر فارس و رد هویت‌های جعلی و ساختارهای استعمارگرانه است. اما می‌دانیم که همه جریان‌های ایران محور، از مجاهد تا پهلویچی، از جمهوری خواهان ایرانی تا ملایان اسلامگرا، حتی سازمان‌های حقوق بشری، همگی دارای تفکر فارس محور، نجات پرستانه و تبعیض‌آمیز هستند. ملت ترک آذربایجان جنوبی راه خود را انتخاب کرده است.
آذربایجان نه ساکت، نه با رژیم همراه و نه در جبهه اپوزیسیون ورشکسته است. در مبارزه با رژیم نمیتوان به اپوزیسیون ایران اعتماد کرد و نه زمینه‌ای برای همکاری وجود دارد. هیچ راه واحد یا هدف مشترکی در میان نیست. آذربایجان برای آزادی راه خود را خواهد رفت. این راه حفظ منافع ملی ملت ترک آذربایجان، تمامیت ارضی و امنیت آن، پایان دادن به سیاست‌های استعماری و احیای حاکمیت ملی است. این تنها راه نجات آذربایجان است. چنانکه رهبر آذربایجان پیشوری گفت، آذربایجان راه خود را خواهد رفت. حق ملت ترک آذربایجان جنوبی در تعیین سرنوشت خویش از خودگردانی تا استقلال کامل، حقی ذاتی غیر قابل معامله و تایید شده توسط حقوق بین الملل است. جوان آذربایجان می‌داند که این حق نه سهم کسی است و نه لطف اپوزیسیون. این طبیعی ترین حق همه ملت‌های جهان است. نماینده واقعی آذربایجان. بر همه آشکار است که آذربایجان دیگر از صحنه سیاست ایران خارج شده است و جهان نیز می‌بیند که بدون آذربایجان هیچ تغییر سیاسی در این جغرافیا ممکن نیست. نیروهای ایران محور هنوز قادر به پذیرش واقعیت جدایی نیستند. پیشروی مستقل حرکت آذربایجان آنان را نگران ساخته است. به همین دلیل رژیم و اپوزیسیون می‌کوشند با معرفی مزدوران به عنوان نماینده آذربایجان حرکت ملی را تحت کنترل درآورند و مردم آذربایجان را فریب دهند. اما هم رژیم، هم اپوزیسیون و هم جهان باید بدانند که تنها نماینده ملت آذربایجان حرکت ملی آذربایجان، سازمان‌ها و فعالان آن هستند. دوران فریب دادن آذربایجان به پایان رسیده است. ترک بودن دیگر تنها با ریشه ژنتیکی و نژادی سنجیده نمی شود، بلکه با آگاهی ملی و خدمت به میهن تعریف می شود. تولد از والدین ترک برای ترک بودن کافی نیست. هر کسی که برای منافع ملی ملت ترک و آبادانی وطن ترک‌ها تلاش کند، او ترک اصیل است. هر کسی که آذربایجان را وطن خود بداند و برای حفاظت از طبیعت و احسان‌های آن برای تمامیت ارضی آذربایجان جان دهد، او آذربایجانی اصیل است. بار دیگر تأکید می‌کنیم آذربایجان وطن 1000 ساله ماست، نه استان ایران. ملت و ملیت آذربایجان ترک است، نه گروه قومی آریایی و نه قوم ایرانی. هر گونه تصمیم درباره آینده میهن ما، آذربایجان جنوبی، تنها باید به وسیله اراده آزاد مردم آذربایجان گرفته شود. زنده باد آذربایجان، زنده باد ملت ترک. حزب جمهوریخواه آذربایجان جنوبی 14 سپتامبر 2025